آقای کروبی، با توجه به جایگاه حضرت عالی به عنوان شیخ اصلاحات که در مدت 4 سالی که گذشت سنگ صبور تمامی منتقدین بودید که از جانب دولت آقای احمدی نژاد و یا قوه قضاییه با آنان برخورد صورت گرفت، آیا در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری و با توجه به اصل تفکیک قوا که قوای سگانه نظام نمیتوانند در کار یکدیگر مداخله نمایند و شما نیز در زمان بازداشت آقای حسین لقمانیان به آن تاکید نموده‌اید، آیا باز هم رایزنی‌های خود را در مورد این مسائل با قوه قضاییه ادامه خواهید داد؟ آیا این کار شما دخالت در کار قوه قضاییه و نقض اصل تفکیک قوا نخواهد بود؟ در این صورت بهتر نیست که در مقام شیوعیت اگر نه در این صورت بهتر نیست که در مقام شیوعیت بمانید و تلاش خود را برای حمایت از شخص دیگری در انتخابات معطوف نمایید. در میشکنه عرض میکنم اولا من نگفتم من شیخ اصلاحاتم، دیگران این لقب به من دادن. من کوچک همه هستم، عضو کوچکی از نظام جمهوری اسلامی هستم و در خدمت مردم و نظام و رهبری و دیگران. اما اینکه فرمودید تفکیک قوا چرا؟ من همین اتفاقا سوال از من کردم، من جواب بدم. گفتم من یه سری اختیارات دارم، خودم به نوع کامل از اختیاراتم استفاده میکنم، یه سری اختیارات ندارم دخالت نمیکنم. با تعامل، با رایزنی، با گفتگو در رابطه با مجلس، در رابطه با قوه قضاییه، در رابطه با مجمع مصلحت کار میکنم و معتقدم مواردی که لازمه که حتی با اونا نتونستم مشکل حل کنم به مقام معظمی معظم رجوع میکنم و مشکل حل میکنم. من دخالت در قوا نمیکنم، من تعامل میکنم، گفتگو میکنم، رایزنی میکنم تا مشکل رو حل کنم از طریق قانونی.